تا حالا شده وقتی میری تو غار بعد چند ساعت کندن کلن 4 تا دایموند بیشتر پیدا نکنی؟ با این باجی که میخوام امروز یادت بدم میتونی حتی خودتو تو سرورام پولدار کنی و تنها چیزی هم که نیاز داره همینایی که میبینی و با ابزرور همیشه این کارو کرد، ولی این روشی که میگم خیلی راحت تره، حتی نیاز نیست بری دیگه تو نظر. و الان تنها کاری که مونده اینه که دایموندتو بذاری داخل کیسه و بندازی توی آپرها. بدون کیسه هم نمیتونی این باج رو انجام بدی. اگه تو مپای چند نفره یا سرورها باشین این باج یه جورایی ناقص میشه و بعضی از کیسه ها امکان داره که خالی باشه، ولی تو مپای شخصی حتما همشون پر است.